این بلوار اوله شبای شلوغی به جاش برسه وینچستری چی تانک به ایمان تحویل میدن دیگه. ما حسابامون از جایی که بعد پس بدیم بعضی هم بشنیدن ما مثلا یعنی تو شبا دهن سری تو شبا تو جوونا مردم با تیر دیدی؟ نه جوون که نمیزد و برو بیرون اصلا هیچی ندارم برو بیرون جون تو برو بیرون هیچی ندارم بهت بدم برو بیرون هیچی ندارم بهت بدم برو هنی برو دل اعصابم بهم میگه برو بیرون چیزی دیگه برو هیچی برو بیرون چی نشون داد؟ برارم برو بیرون برارم برو بیرون برو بیرون برار جان بی حرمتی میشه برو بی حرمتی ایه که تو این همه جوون رو کشتن این همه بلا به سر جوونا مردم در آوردن ماشین تو میگی آتیش میدن مردممون ماشین هم خودتان آتیش میدادن ماشین هم خودتان آتیش دادن جون تو دختر جوون مردم تو بجنات سوزوندن پاشه رو پاش با تیخ کشیدن اونا بیناموساشا بودن تو مشهد چی؟ تو مشهد چی؟ بهت بگم تو مشهد چی کار کردن؟ مثل 16 ساله رو با بلوکت طوری زدن تو سرش صورتش پخش شده باز افتادن با کارد صورتش دادن. ما گوشی ها رو نگاه میکردم و گفتیم به کی پیام دادی این 12 میلیون به حساب ریختن برای چی گفتی؟ اینا همه حرف اینا رو برای ما نیا بگو اینا همه دروغ درمایی که دولت داره میگه همه طرفدارای دولت همه شاین همه ما دختره رو گرفتم اصلا هر کی رو گرفتی اون شب همه معترض بودن هیچ کی تروریست به کی بیسته به من تروریستا نیومدن ها به کی تروریستا که تو دنبالش بودی اون شبا به کی بیسته به من نیومدن بگو دیگه بابا بخوران لبانو به هم میزه با جور آدما انگار 40,000 نفر کشتن بلار ما بخاطری که پای یارو رو بام پیچی کرده بود افتاد زندان. کجا کی گرفته بوده؟ خب تخم حروم هم اینجور وسط اینجور جا زیاد دور میزنه. الان ما یک کیفقاپ به نظر بیگیرون بد کاری کردم یا خوب کاری کردم؟ اون شب کیفقاپی وجود نداشت مردم. نه اون شب همه مردم عادی بودن همه هم با تیر جنگی کشته شدن رفتن تو بیمارستان موقع درمان یارو تیر خلاصی بهش دادن دیگه اونا خیلی خب اونا هم دسته تو بودن دیگه اونا هم کسی بودن که هم این توین بعدش تو میخوای گناه اونا رو بچوری؟ نه آدم فرق میکنن اگه تو فرق میکردی اون جوب نبودی با مردم بودی ما پسود تا شب پای تنور